بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما. حکمت و فضیلت صبر. در این جهان کسی نیست که کدام پریشانی و گرفتاری نداشته باشد. کسی ثروت دارد صحت ندارد، کسی صحت دارد دولت ندارد و کسی ثروت دارد عزت ندارد. یکی از نبود کاشانه گریان است، یکی از گرسنگی بی جان است. کسی بدهکار است و تنگ دست است، کسی پولدار و مست است، کسی در گوشه زندان ناله دارد، کسی از فقر و بیکاری شکوه دارد. این همه غم و رنج از کجا در زندگی ما می آید؟ جواب: به دو دلیل در زندگی ما مصیبت، رنج و غم و پریشانی می آید. یکی آمال ما، دوم قضا و قدر الهی. اگر آمال ما باعث شده که آسایش و خوشبختی از ما گرفته شود، هم باید صبر و توبه از آمال زشت خود کنیم، چون به قول حضرت حافظ شیرازی که می فرماید فلک مزرعه سبز دیدم و داس مای نو، یادم از کشته خویش آمد انگام درو. اگر خود ما عمل و کرداری کرده ایم که باعث مصیبت و پریشانی ما شده، چاره جز صبر و مغفرت از گناه ها و خطاهای خویش نداریم، چون به خود کردن نه دردی است و نه درمان. و اگر قضا و قدر الهی از هم باید صبر کنیم که حکمت و فضیلت در این مصیبت و رنج نهفته است. چرا خداوند متعال یگان بنده های خود را یا ما را مصیبت زده رنج و غم می دهد؟ برای این که پخته شویم و قدر خود را بدانیم. طلا اگر آتش نخورد، چکش نخورد، تیزاب نخورد، زیر ازارها تون فرست نرود، طلا نمی شود. کاگل تا لگت مال نشود، زیر لگت نشود، پخته و محکم نمی شود. آهن تا چکش و آتش آهنگر را نبیند، فولاد نمی شود. طفل تا زمین نخورد و گریان نکند و افگار نشود، راه رفتن را یاد نمی گیرد. ما تا خوب درس نخوانیم، خواب و خور خود را فدای درس خواندن نکنیم، خواب خور خود را خراب نکنیم، در امتحان پهنتون و مکتب کامیاب میشویم؟ نمیشویم. پدر و مادر ما چقدر مهربان است، اما اگر در پهنتون و مکتب ناکام شویم ما را میبخشند و از ناکامی ما خوشنود میشوند؟ هرگز نه. برعکس، مادر و پدر ما را سرزنش میکنند و میگویند یک انسان نالایق، کودن، ناکام و ناکار هستی. دیگر به درد ما نمیخوری، چون درس نخواندی و در امتحان ناکام شدی. نه برای خود و نه برای دیگران شخص مفیدی و خیرخواه هستی. دیگر آن مهربانی و شفقت مادر برای ما نیست. خداوند مهربان هم بنده را که دوست دارد امتحانش می کند تا در سختی های قضا و قدر خود بنده خود را بهترین و کامل ترین کند. پس مصیبت و رنج از طرف خداوند برای بنده خیر و حکمت است. حالا صبر چیست و بر چند نوع است؟ پیغمبر گرامی اسلام در این مورد می فرماید صبر 3 نوع است: صبر در هنگام مصیبت، صبر بر طاعت و صبر بر ترک گناه. ما افراد زیاد را دیدیم یا خود را دیدیم، چیزی را که به دست آورده نمیتونیم، تمنا و آرزویش را داریم، میگیم صبر کردیم. اما پیغمبر علیه السلام میگه که در زمان مصیبت صبر، شکوه و ناله و فریاد به عالم نه، بلکه به خالق خود. صبر در اطاعت الهی، در اوامر الهی، چیزی که خدا امر میکنه بجا میاریم و او را هرگز سختی نمیپنداریم.
و صبر بر ترک گناه. بر گناه غالب هستی، هیچ کسم نیست جز خدا و آمالت. و تو چیکار میکنی؟ میگی نه من صبر میکنم، من این گناه را انجام نمیدهم. در زمان هر نوع پریشانی و مصیبت روزگار را نباید دشنام بده. من میدانم شاید من هم ایام روزگار سخت و مصیبت زده‌ای که میرسه، ما ایام روزگار زمان را دشنام میده. پیغمبر گرامی اسلام در این مورد میفرماید روزگار را دشنام ندهید، زیرا این الله است که روزگار را میگرداند. سختی و بدبختی، مصیبت، رنج، مفلسی، بیماری، گرفتاری هم از طرف قضا و قدر الهی است و یا اگر آمال ماست. قبلا یادآوری شده. یک شاعر بزرگوار میگوید شکوه از دیوان قسمت از خدا بیگانگی است، تنگ دستی بخرد را زود کافر میکند. آیا ممکن است که خداوند ما را فراموش کند؟ نه، سبحان الله، این در شأن خداوند نیست. خداوند در قرآن کریم در این مورد چنین فرموده است. آیه 64 سوره مبارکه مریم. خداوند عالمیان خالق ما در قرآن عظیمشان در کتاب مقدس خود میگوید خدای شما فراموش کننده نیست. سبحان الله. وقتی به مورچه غذا میدهد، وقتی به ایوان خوشبختی میدهد، به ما هم میدهد. خالق ما را فراموش نکرده است. در هر رنج و مصیبت برای بنده از طرف خداوند جل شانه خیر است. در این مورد باز پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میفرماید هر تکلیفی که به مسلمان و مؤمن میرسد این کفاره گناههای آن شخص است. حتی اگر خار به او بخلد کفاره گناهانش است. ما گناه میکنیم و خطا میکنیم آگاهانه و در وقتی که رنج و مصیبت و پریشانی میبینیم این کفاره گناهان ما است. بازم پیغمبر گرامی از اسلام میفرماید که برای بنده اگر بیماری و یا گرفتاری دیگری پیش بیاید خداوند گناهان آن را چنین از بدنش دور می کند مثل که باد برگه های ضعیف و زرد درخت را می ریزد. حالا هم خلاصه این بحث گفته بودیم که صبر حکمت و فضیلت است. باز پیغمبر گرامی اسلام چنین می فرماید بر غم و مصیبت در دنیا صبر کنید تا در حوض کوثر با من یکجا شوید. سبحان الله، سبحان الله. و مولای کائنات حضرت علی علیه السلام در مورد فضیلت صبر چنین فرموده است. تا حالا انشاءالله باور دارم که نشنیده. مولای کائنات حضرت علی علیه السلام می فرماید انسان صبور و شکیبا پیروزی را از دست نمی دهد گرچه زمان رسیدن آن طولانی شود. باز مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرماید صبر بهترین جامه ایمان و برترین خوی انسان است. سبحان الله. بازم علی علیه السلام می فرماید صبر و بردباری سپر در برابر فقر و تنگدستی هست. سبحان الله. بازم علی علیه السلام می فرماید قوی ترین دشمن سختی ها صبر و شکیبایی است. صبر و شکیبایی در سختی ها ما را می سازد. با قول یک دانشمند بزرگ نباید مثل مرچه باشیم که یک گلاس آب در لانه ما سونا می شود. حضرت امام حسین علیه السلام می فرماید هر زمانی که غم و پریشانی شما زیاد شد و غم و پریشانی و مصیبت داشتید، غم پریشانی و مصیبت مرا در کربلا به یاد بیاورید، تمام پریشانی های شما دور می شود.
ما به ذره پریشانی و مصیبت حضرت امام حسین علیه السلام را که در کربلا از یزید و خاندان و گروه های یزید کشید ذرهش را ندیدم. خواهر و برادر عزیزم، اگر به اندازه زمین و آسمان مصیبت و گرفتاری داریم و یا داریم و در هر حالتی که هستیم از خداوند خود سبب و مدد بخواهیم. به خدا قسم خداوند ما را بی جواب نمیماند. من نالایق در زندگی خیش خیلی مسائلی بوده که دلم میخسته که به آن وقت انجام شود. تقریبا شاید 20-25 سال قبل در یک ولایتی بودم و میخواستم اونجا یک سخنرانی داغ رجیب یک گروهی به یک جنایی بکنم. جوانی و سرمستی و جوش بود، ولی در اون محفل زمینه برابر نشد. نامه نوشته کردم، کاغذ نوشته کردم به من وقت بدین. خب به هر صورت نشد. من همزمان خیلی پریشان، نگران و از گردانندگان محفل شکوه کردم و گله کردم، ناراحت شدم. بعد 20 سال ما فهمیدم اگر همزمان من در هان پروگرام سخنرانی میکردم و هان گروهی را میکوبیدم، مرا میکشتن، مرا زنده نمی‌ماند. سخن آخر هم از خطبه های علی علیه السلام را میشنویم. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید التماس به خدا شجاعت است، اگر برآورده شود رحمت است، اگر برآورده نشود حکمت است. التماس به خلق خدا ذلت است، اگر برآورده شود منت است، اگر برآورده نشود خفت است. پروردگار به همه ما صبر و شکیبایی در همه امور عطا کن. خدا یار و نگهدارتان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.